درود دوستان، به آرتا پیامک خوش اومدین. در این ویدیو میپردازیم به ارسال پیامک انبوه و اینکه شما چطور میتونید به کسب و کارتون ارسال پیامک انبوه انجام بدید. در واقع یکی از روش‌های سریع برای پیامک اطلاع رسانی یا تبلیغات در کسب و کارها استفاده از ارسال پیامک انبوه. ما در این ویدیو توضیح میدیم که ارسال انبوه به چه صورتی انجام میشه و شما به چه صورتی باید ثبت نام انجام بدیم برای کسب و کار خودتون در شهر یا استان یا در سراسر کشور تبلیغات انجام بدید. ارسال پیامک انبوه یعنی اینکه شما بتونید یک پیام را به تعداد زیادی شماره موبایل ارسال کنید. این روش معمولا برای تبلیغات، اعلام تخفیف‌ها یا ارتباط با مشتریان انجام میشه. و برای انجام این کار معمولا از یک پنل پیامکی استفاده میشه که سامانه پیامکی آرتا پیامک در واقع یکی از کاملترین سامانه ها در این حوزه هستش. ما در این سامانه متن رو وارد میکنیم، شماره مخاطبین رو انتخاب میکنیم و پیام رو به تعدادی زیادی از کاربران ارسال میکنیم. اگه میخوایم شهر ارسال کنیم، به بانک شماره خود سامانه پیامک ارسال کنیم، شهرتون رو انتخاب میکنید، استانتون رو انتخاب میکنید و ارسال پیامک انبوه انجام میدید. شما برای مشاوره قبل خرید میتونید از طریق چت آنلاین یا اینکه از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید و در ساعت کاری تماس بگیرید، مشاوره قبل خرید بگیرید. وارد بخش صفحه اصلی پنل پیامک بشیم، پکیج ها رو با هم مقایسه کنید یا اینکه برای اینکه قیمت هر پنل با جزئیات امکاناتش رو بررسی کنیم میتونید از طریق قیمت پنل پیامکی این مورد رو بررسی کنید. وارد صفحه پنل پیامک میشیم بر فرض اینکه شما پنل رو خریداری کردیم و ورود رو انجام دادیم. بخش‌های مختلفی داریم، بخش پیشخوان پنل رو داریم، بخش ارسال پیام رو داریم. یکی از جدیدترین ارسالامون هم ارسال رفتار محور یا همون تارگت هست که بر اساس هوش مصنوعی مخاطبینی که به کسب و کار یا خدمات یا محصول شما علاقه دارن بر اساس متنی که می‌نویسین شناسایی میکنه و ارسال رو برای اونا انجام. در پایین انواع ارسال رو داریم که دفترچه تلفن رو داریم، ارسال سریع رو داریم، ارسال از فایل رو داریم، کلمه کلیدی نظیر به نظیر که ارسال های هوشمند در واقع به اصطلاح میگن بهشون، بانک مشاور رو داریم، ارسال از روی نقشه داریم که شما به صورت منطقه‌ای میتونید ارسال بزنید و بر اساس تفکیک سن و جنسیت و محدوده سنی و حتی تفکیک اپراتورها میتونید ارسال داشته باشید. کد پستی هم تقریبا شبیه نقشه هستش و شهر و استان هم میتونید به صورت استان و شهر یک شهری رو مد نظر داشته باشیم و به کل اون شهر ارسال بزنیم. دوستان ویدیوهای آموزشی هر بخشی رو به صورت تخصصی ما ضبط کردیم. در صفحه نخست آرتا پیامک یا صفحه اصلی در واقع پنل پیامک شما از همین بخش میتونید دسترسی داشته باشید به ویدیوهای آموزشی و ارسال از روی نقشه رو مشاهده کنید و بقیه موارد رو. وارد پنل SMS میشیم. یک مورد مهم بخش آمار و گزارشاته که شما از این بخش هر ارسالی رو انجام داده باشین به اون گزارش در واقع دسترسی داریم و میتونید حتی جزئیات ارسال رو بررسی کنید. پیامک‌های دریافتی برای دریافت پیامک داخل پنل SMS به کار میره که باید خط اختصاصی داشته باشین. پیام‌های پیش‌فرض برای تعریف متن ثابت به کار میره. از بخش مخاطبین میتونید مشتریان خودتون رو مدیریت کنید، اضافه کنید، ثبت کنید و باشگاه مشتریان ایجاد کنید. پیام‌های زمانبندی برای ارسال پیامک تبریک تولد یا ارسال‌های عکس‌ها و همچین ارسال‌هایی میتونید تنظیم کنید. پیامک‌های متغیردار یا بخش برنامه‌نویسان رو داریم ما اینجا که برنامه‌نویسا و اونایی که سایت دارن یا اپلیکیشن میخوان وصل کنن به پنل پیامکی در واقع میتونن از این امکان استفاده کنن و از متد روز برای توسعه سایت یا اپلیکیشنشون استفاده کنن. بخش منشی پیامکی یا همون پیامک پیشرفته رو داریم. میتونید پاسخهای خودکار ایجاد کنید. از منشی کدخوان برای ارسال پیامک‌های گارانتی استفاده کنید. منشی انتقال دهنده برای انتقال پیامک از پنل به گوشی یا ایمیل هم میتونید استفاده کنید.
بخش منشی عضویت رو داریم که میتونید برای عضوگیری از این قسمت استفاده کنید. حالا تنظیم کنید هر کسی که به خط اختصاصیتون اون کلمه رو ارسال کرد داخل دفتر تلفن پنل SMS ثبت میشه. موارد بعدی مربوط به بخش‌های کاربردی مثل خرید خط و شارژ کیف پوله که شما میتونید حالا بعد ثبت نامتون دسترسی داشته باشین به این بخش‌ها و اگه راهنمایی نیاز داشتین تماس میگیرین یا از طریق تیکت پشتیبانی با ما ارتباط میگیرید. بازم اعلام میکنم ما ویدیوهای اختصاصی برای انواع ارسال‌ها داریم و میتونید ازشون استفاده کنید. حتی قبل خریدتون میتونید بررسی کنید بخش ویدیوهای آموزشی رو و با حضور ذهن در واقع آماده پنل رو خریداری کنید. موفق باشید.